داستان به قدرت رسیدن زئوس. سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدین به چنلمون و لایک و سابسکرایب یادتون نره. توی قسمت قبل دیدیم که کرونوس چجوری پدرش اورانوس رو اخته کرد و پادشاه خدایان شد. توی این قسمت میخوایم ببینیم که زئوس چجوری به قدرت رسید. کرونوس وقتی که پادشاه شد و خب دیگه یک دوره طلایی یونانی ها به وجود اومد، تشکیل شد اون دوران طلایی، همچنان به خاطر پیشگویی گایا و اورانوس اون ترس به دلش مونده بود که نکنه فرزندان خودش بر علیهش قیام کنن، بر علیهش شورش کنن و جاش رو بگیرن. کرونوس با رعا ازدواج. رعا خواهرش هم بوده. بچه هاشون که به دنیا می اومدن به خاطر ترسی که توی دلش بود بچه هاش رو میبله. رعا از این وضعیت صبرش لبریز میشه. میره پیش گایا و مشکلش رو مطرح میکنه. به گایا میگه که هر بچه‌ای که من به دنیا میارم کرونوس اون رو میبلعه، به خاطر همون ترسه. پس با گایا تصمیم میگیرن که آخرین بچه‌ای که به دنیا اومد رو بفرستن به یک جزیره و یک سنگ رو جای اون بچه توی یک بقچه میپیچن و به خورد کرونوس میدن. در نظر داشته باشین که کرونوس نمیخوره، میبلعه اون سنگ رو. گایا اون بچه رو به یک جزیره میبره. توی اون جزیره خودش بوده، نیمف‌ها هم بودن. اون بچه از شیر بز تغذیه میشد و کسی نبود جز زئوس. وقتی که بزرگ میشه داستان رو میفهمه، جریان رو میفهمه، میدونسته که پدرش تمام خواهر و برادرش رو بلعیده، پس تصمیم به انتقام میگیره. میره سمت دربار کرونوس و خودش رو یک خدمتکار جا میزنه. یه زهر یا سم رو میریزه توی جام شراب و به خورد پدرش میده. بعد از اینکه کرونوس اون سم رو میخوره، تک تک بچه هاش رو بالا میاره. کرونوس بچه هاش رو که بالا میاره، زئوس تصمیم به انتقام میگیره. با خواهر و برادراش متحد میشه و یک جنگ بزرگ، یک نبرد عظیم بین دو گروه خدا، هر دوتاشون خدا بودن. این نکته رو بگم که چرا کرونوس بچه هاش رو میبلعید؟ چون که فکر میکرد بچه هاش توانایی این رو دارن که از تارتاروس فرار کنن و هیچ جایی رو امن‌تر از بدن خودش و شکم خودش نمیدونست. بچه هاش رو که میبلعید اونا همونجا توی شکم پدرش بزرگ میشدن و رشد میکردن. اینجا میرسیم به تایتان پرونته که تایتان نسل 2 بوده و از همون حالا کرونوس و همون نسل ها به وجود اومد. پرونته قدرت دوراندیشی و پیشگویی داشته و خب چون خیلی خدای با خردی بوده، میبینه که این جنگ هیچ وقت تموم نمیشه، یعنی این دو طرف نمیتونن، یکیشون نمیتونه پیروز شه. پس چیکار میکنه؟ اول میره سراغ کرونوس، بهش پیشنهاد میده که برو تارتاروس و خواهر و برادراتو، یعنی سایکلوپ ها و هکاتونکایر ها رو آزاد کن. کرونوس پیشنهادش رو رد میکنه. چرا؟ چون که زمانی که خودش پدرش رو اخته کرد، اگه یادتون باشه توی ویدیوی قبلی، زمانی که اورانوس رو اخته کرد فقط از تارتاروس تایتان ها رو آزاد میکنه، یعنی کسایی مثل خودش رو. سایکلوپ ها و هکاتونکایر ها اونجا میمونن، یعنی در واقع به خواهر و برادرای خودش خیانت میکنه. خب این پیشنهاد پرونته رو رد میکنه، میگه که نه. پرونته میگه حالا چیکار کنم چیکار نکنم، میره سراغ زئوس. این همین پیشنهاد رو به زئوس میده. زئوس قبول میکنه، میره تارتاروس با اژدهای نگهبان میجنگه و سایکلوپ ها و هکاتونکایر ها رو آزاد میکنه از تارتاروس. سایکلوپ ها که دیوهای تک چشمی بودن خیلی قدرتمند بودن و آهنگریشون خیلی خوب بود. برای زئوس و لشکرش سلاح‌هایی میسازن. از معروفترین سلاح‌هایی که میسازن یکی صاعقه زئوس بوده، یکی نیزه 3 سر پوسایدن بوده و یکی کلاه خود هیدس بوده که وقتی این کلاه رو هیدس به سرش گذاشت غیب میشد، قدرت غیب شدن داشت. اینجا زئوس و لشکرش به سمت کوهی که آخرین سنگر کرونوس و تایتان ها بوده
حرکت میکنن، راه میافتن به سمت اون کوه و زئوس از اون کوه بالا میره. در یک نبرد تن به تن با کرونوس صاعقه خودش رو به اون سلاح رو به سینه کرونوس میزنه. ولی خب از اونجایی که هم تایتان ها هم خدایان المپی نامیرا بودن، هیچ اتفاقی برای کرونوس نمیفته، یعنی نمیمیره. ولی زئوس دیگه پیروز میشه و میشه شاه خدایان، خدای خدایان. شکست این جنگ برای تایتان ها خیلی گرون تموم میشه و یک عالمه عواقب داشته واسهشون. اول اینکه خب زئوس، کرونوس و یه عالمه از تایتان ها رو به تارتاروس تبدیل میکنه و یکی مثل اطلس که فرمانده لشکر کرونوس بوده رو تنبیه میکنه و مجازاتش این بوده که تا ابد باید آسمون و زمین رو روی دوشش نگه. زئوس از اینجا به بعد دیگه خدای خدایان میشه، شاه المپ. و حالا اینجا برای اینکه بالانسی حفظ بشه بین مثلا خواهر و برادراش که همشون شورش نکنن، قیام نکنن و هر کدوم از خواهر و برادراش یه سمتی میده. هر کدوم مثلا میگه آقا تو شاه این باش، تو خدای اون باش، تو خدای اون باش. مثلا پوسایدن رو خدای دریاها میکنه، هیدیس رو خدای زیرزمین یا همون تارتاروس میکنه و یه عالم خدایی. الان بیایم در مورد چند تا چیز صحبت کنیم. یکی این که هم تایتان ها هم خدایان المپی جفتشون نامیرا بودن، اصلا مرگ براشون وجود نداشت. خب این نامیرا بودن شاید مثلا برای ما این چیز جذاب و هیجان انگیز باشه، ولی اصلا اینجوری نبود. یعنی هم وجه مثبت داشت هم وجه منفی. وجه منفیش این بود که خب به نظرم کرونوس ترجیح میداد که بمیره تا مثلا مجبور باشه تا ابد توی تارتاروس زندونی بمونه، یا مثلا اطلس که مجبور بود تا ابد آسمون و زمین رو روی دوشش تحمل کنه. این فکت رو هم راجع به هیدیس بگم که هیدیس تنها خدای المپی بود که بعد از اینکه زئوس دیگه خدای خدایان شد، برعکس بقیه خدایان روی المپ زندگی نمی‌کرد. تنها خدایی بود که مجبور شد به زیر زمین بره، چون دیگه خدای تارتاروس شد دیگه، نگهبان تارتاروس بود یه جورایی. اینجا میریم سراغ پرومته، یکی از باهوشترین و جذابترین شخصیت‌های اساطیر یونانی. چرا؟ چون که هم بعد از جنگ مشاور زئوس میشه، هم از زئوس باهوشتر بوده، ازش نمیترسیده و یه عالمه کار دیگه که انجام میده که قراره توی قسمت بعد خیلی مفصل بهش بپردازیم. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خداحافظ.